درود به همه دوستان. امروز میریم برای درست کردن یه ترشی بادمجون شکمپر خوشمزه. امیدوارم که ازش لذت ببرید. خب برای شروع ما سر بادمجون رو جدا میکنیم، کنارش هم به همین حالت که میبینید با چاقو جدا کنید و از وسط بادمجون رو برش بدید. همه بادمجون ها رو به همین صورت انجام بدین و بعد میریم برای گذاشتن داخل قابلمه. به همین ترتیبی که می‌بینی بادمجون ها رو داخل قابلمه میچینیم و یک قاشق غذاخوری نمک به همراه یک لیوان پر آب اضافه میکنیم و مقداری هم در آخر بهش سرکه میزنیم، نصف استکان، و روی شعله میذاریم تا بادمجونامون نرم بشه. خب حالا میریم برای خرد کردن سیرهامون. به همین صورت که میبینید سیرها رو خرد میکنیم. بعد از اینکه سیرها رو خرد کردیم روی تخت کار، فلفل سبزان هم به همین صورت خرد میکنیم. داخل ظرف مناسب یک لیوان آب ولرم، یک قاشق غذاخوری نمک، نصف لیوان سرکه رو اضافه میکنید. خوب مخلوط میکنید موادمون رو و آماده میکنید برای اضافه کردن به بادمجان ها. همینطور که میبینی بادمجان ها دیگه آماده است. به همین صورت که چنگ زدید و نرم شده بود، آبکش میکنید بادمجان ها رو. یک وسیله سنگین هم روی بادمجان ها میذارید، یکم فشار بدید که آب داخل بادمجان ها کلا گرفته بشه و بعد میریم برای پر کردن داخل بادمجان ها. در اینجا ما نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و نعنا خشکمون رو کامل با هم مخلوط میکنیم. برای این مقدار حجمی که من دارم ترشی درست میکنم، اندازه یک شیشه، تمام اطلاعاتش رو داخل دیسکریپشن گذاشتم و مقدارش رو. بعد از اینکه ادویه‌هامون ترکیب شد، تو لایه اول ادویه و نعنا خشکمون اضافه میکنیم، بعد سیرهایی که خورد کردیم و در آخر فلفل سبزمون رو. بعد اون قسمته که بادمجون ها برش خورده رو کامل با دست ببندیدش به این صورت و بذارید کنار تا آماده بشه برای گذاشتن داخل شیشه.
حالا بادمجان ها رو به همین ترتیب داخل شیشه میچینیمشون، به سمت پشت بذار، یعنی برش خوردش بالا باشه که موادش خالی نشه داخل شیشه. به همین صورت کنار هم و روی هم بچینید و در آخر آب و سرکه و نمکی که آماده کردیم و بهش اضافه میکنیم تا بالای خود بادمجان ها اون آب بیادش و دربش رو میبندیم. در اصل بادمجان آماده خوردن است چون همه مواد پخته، ولی در حدود 3 الی 5 روز بذارید که داخل یخچال بمونه، ترشیدی کامل جا میفته و میتونید استفاده کنید. امیدوارم که از این تصفیه لذت برده باشید. نوش جان.